همونطوری که گفتم برای ملچ ریختن پای درخت‌ها اینطور نیست که مثلا ملچ رو توی جاهایی که مثل اینجا سرسبز و پر آبه هم فقط ملچ بریزیم. برای اینکه این چمن‌ها سبز نشن نرن بالا، یک همچون جنسی هست که اینجا بهش میگن گاردن فابریک. ببینید این جنسیه که آب رو رد میکنه ولی نور رو رد نمیکنه. اینو ما پهن میکنیم اینجا روی قسمت هایی که چمن هست به این حالت. اوکی اینجوری. این مال این جاییه که شما بتونید این پارچه رو یا این جنس رو، پارچه نیست البته اشتباه نشه، این جنس رو بتونید تهیه کنید که توی اروپا و آمریکا 100% این هستش. حالا توی ایران که متاسفانه بمب اتم پیدا میشه، اعدام و زندان پیدا میشه، همه چی پیدا میشه به غیر از امنیت و شرایط آبادی کشورمون. این یه چیزی نیست که توی ایران پیدا نشه. بعد اینو به این شکل می‌بریم. خب این حالا من می‌ذارم کنار. حالا توی ایران که جنسی اگر پیدا نکنید مبنی بر این کار، شما رو همون زوم بکن. این الان کاملا زمین رو به این شکل پوشش میده بدون نفوذ نور، ولی آب ازش عبور میکنه. برای اینکه چمن و علف رشد بکنه نیازمند به نوره. حالا تو ایران که متاسفانه یه همچین چیزی پیدا نمیشه، مقوا که دیگه پیدا میشه. مقوا رو توی آب میخوشونیم به این شکل، چون خشک باشه نمیتونید انجام بدید. یا روزنامه، ولی مقوا حالا هر نوع مقوایی بود، مقوا رو خیس بکن که بتونی ازش استفاده معقول بکنی. به این شکل مقوا رو پهن میکنیم به روی زمین، خیس میکنیم. وقتی خیس بشه راحت از هم جدا میشه، احتیاج به چاقو و قیچی و تیغ و این حرفا نداریم. ببین به همین راحتی چون خیسه از هم جدا میشه. با این مقواها هیچ محفظه‌ای رو نمیذاریم باز بمونه، محوطه رو کاملا پوشش میدیم. ببینید چون خیسه، این مقواها رو عقب من انداختم تو آب، کشوندمشون به این شکل. هیچ فرقی هم نمیکنه که چه نوع مقوایی هست، فقط مهمه که مقوا باشه. ببینید یه 10 سانت 15 سانت هم رو هم دیگه سوار بکنید که نور از بغل روزنامه به زمین سرایت نکنه یا مقوا فرق نمیکنه. ببینید به این حالت اینا رو کاملا مهیا میکنید. دور تا دور درخت رو با این مقواها پر میکنید. چون خیس هستش هم باد حرکتش نمیده، هم موقعی که میخوایم ملچ بریزیم روش، ملچ از روش حرکت نمیکنه. ببینید اینم به همین شکل جلوتر اینجور کاملا با این مقواها به خصوص دور درخت رو هیچ ضرری نداره، خیالتون راحت باشه. ببینید و اما اینو خیلی سوال میکنم برای چی من میزنم. اینو من میزنم برای اینکه خرگوش‌ها زمستون که گشنشون میشه نیان بدنه نهالو بجوان. این چون نهال پارسالیه، بنابراین خرگوش‌ها که گشنه بشن میان میجوانش. بذار باقی مونده مقوا رو باز بیارم. خب این مقواها رو به اندازه حداقل 1.5 متر 2 متر شعاع درخت رو شما در جاهایی که چمن و علف سبز میشه با این مقواها یا با همون گاردن فابریک که روش هستش، چون تو ایران ما نداریم من نمیدونم اسمش که
بازیشی میشه. به این شکل کاملا پوشش میدیم. اینها شش خیلی ساده و راحت، چون خیس بود قشنگ چسبید به زمین. هم الان چسبید به زمین، همین که الان میخوایم روش ملچ بریزیم اذیت نمیشه. خب مقوامون تموم شد، حالا ملچ میخوایم بریزیم. خیلی خیلی ساده است. همونجوری شما زوم بکن، از همینجا ما شروع میکنیم به ملچ ریختن. ملچ دو نوع داریم، همونجوری که قبلا عرض کردم. ملچ چوب داریم که این باشه، ببینید اینو از درخت، نه خاک کرده نجاری، نه درخت ها رو که ما میبریم، درختایی که اینجوری جوون و نازک باشه با دستگاه رنده میشه. ببینید اینو به همین راحتی تموم شده. این آجرها رو برمی‌داریم. حالا ببینید حداقل 10 تا 15 سال باید قطر این ملچ باشه که نذاره نور به رشد علف هرز و چمن برسونتش. این ملچ دهی که ملچ دهی که میگن همینه، طبیعی ترین ملچ همین چوب درخت. ببینید اینا تمام خوده های چوب، ببینید چیز خاصی نیست. ولی تو کشورهای عربی چون درخت ندارن، براشون هم مقدور نیستش ملچ از کشورهای دیگه وارد بکنن، به خاطر همین از ملچ‌های اسفنجی استفاده میکنن. اگه به دبی یا ابوظبی و اونجا سفر بکنید حتما اون ملچ‌ها رو خواهید دید. ببینید به همین سادگی. حالا اینجا یا ایران که شمالی هست و درختی هستش و درخت زیادی هم داره، ببینید خیلی ساده است، بیشتر از این هم تفتیش نمی‌کنید. ولی اینو یادمون باشه هر سال یک بار با شنکش حرکتش میدیم که به هم نچسبه، و الا همین هم میچسبه میشه گل، دوباره لابلای اینا سبز میشه. ببخشید اون برای باشید شما. به همین ترتیب بعد میتونید کناره های اینا رو مثل اونایی که من بستم، اگر نیازمند آب قطره‌ای باشه لوله آب قطره‌ای بکشید دورش رو، اگه نبود میتونید با چوب یا با سیمان هر چی که دم دستتون تزیینش بکنید که ملچ ها اگه حیاتتون چمن داره رو چمن ها پخش نشه. ببینید به همین سادگی. احتیاجی هم به این که کار خاصی بشه اینجوری هم زیبا میشه زیر درخت، از اومدن آفت از زمین به تنه درخت جلوگیری میکنه، رشد علف و جلوش میگیره، خشک شدن آب و تبخیر شدن آب و جلوش میگیره. خیلی امتیازات داره ملچ که متاسفانه تو کشور ما از این امتیازات آموزشی ندادن و مردم خبر ندارن و نمیدونن که باید چجوری از این ملچ استفاده بشه. شما اگه اون مسیر اون ور برید یا فرق نمیکنه. میخوام این حرکت بکنم. ببینید الان من این ملچ ها رو میریزم، بعد دور اینا رو با آجر، سنگ، تخته، پلاستیک هر چی که بتونیم کاور میکنیم. ببینید اینم بیارم اینجا به همین راحتی و بدون هیچ دردسری. یه دقیقه شما اگه زود کنید اینا من شنکش رو بیارم، همین الان برمیگردم. من شنکش جا گذاشتم. خب اومدم
ببینید وقتی اینجوری شد با شنکش خیلی مرتب و منظم تمام این فضا رو که حالا یا مقوا یا همین گاردن فبریک که تو اروپا و آمریکا هست و استرالیا هست به این شکل نقشش میکنیم روی اینا. بعد عرض میکنم هم زیبا دیده میشه هم جلوگیری میکنه از مسیرت عوض کن. باد صدا میکشه. ببینید خیلی خیلی ساده باز. دیگه چمن اینجا هرگز رشد نمیکنه، علف هست رشد نمیکنه با اینکه اطرافش ببینید پر از چمنه و خیلی از آفت هم دیگه اینجا به واسطه این جریان رشد نمیکنه. به هر حال شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در کارتون موفق باشید. در تلگرام حتما اگر عضو هستین به دیگران معرفی کنید. تو تلویزیونم که هستم. شماره منم هست 314 28 36 411 اریو کد آمریکایی. خدا یار و نگهدار شما عزیزانم. خدا نگهدار.